با شما بلیط های ارزان لازم باشد؟ با واتساپ اویاکاس شاهنوزه زنگ بزنید. بلیط های ارزان و باوریناک است. گیجو بدونی اکا حالا همین اکی خرسان وایما همین خیلی دروغ میگه، همین خیلی دروغ میگه، باور میکنی، همین خیلی دروغ میگه، خیال میکنی که باور میکنی. خیلی خوش آمدید. خوش آمدید. کنی باور کنی همین خرسان شدی شدم که همسایه ها برای دیدار بیاد. الله آمین، الله آمین. خدایا خداوندا، الله همین اکجانی من، انا می اکجانی من، انا این کس. همه با مراد و مقصدش چی؟ رسد. الله اکبر. خوش آمدید. خوش آمدید. یک گفتم همین ای بالکن خودم پرتم یک مغازین روام و یک چای خوش چای قوق بیارم. زمان خودش پرتوت رفت. من گفتم اینجا نپرتم. یه دکور دارم. هر روز میپرتاد از 12 هم شده باید عادت کردی زنی من. لیف قطعی میفرسته با فکر ما یا نه؟ نه همین وقت قطعی میفرسته آینه قطعی. سلامتی دیگه. اکا شما چخیر؟ سلامتی هم هست اینجی. و کورا همش نفش داره. وایو همه تینچی. سلامت باشه، سلامت باشه. من گفتم که محکم نمیکنن همورا. بعد همین قدوا دادم همینجا. همین ساعتای 3 شب هم خسته من داختم دو میکنم که اما مردا که محکم نکنن که کورا چی. ما اومدیم گفتیم بچه‌ها خیلی خبر گیریم. ناز کردین. کی اومده که توی چه گذشت؟ ناز اومده. اینا که توی شبانه؟ همین رفته که همین شب ساعتای همین من میگم شما دادم. خب همین شب همین 3:20 همین 3:25 همین خانه در رسیدم آمدم. همین شب؟ همین شب. قریبی 4 یعنی. قریبی 4. میگم ترق پرق شدی همسایه اومدن. من همین راستیگه یه روز پیشش ماشین گرفتم من گفتم همون قشلاق ده توی ده ماشین قطی میرم. خاک خودت هم میدونی من شفیاری کنم. بله. اینا ماشین قطی رفتیم همین توی با درجه هاش. همین باور کنی بولی دستورخوان ده بغیر از شیری مرغ و جانی آدم دیگه همه چیز همونجا هست. این حافظ نمیگی. این بیچاره همین مایکل جکسون 5 ساعت همین خودش مایکل جکسون مردگی خدا رحمت کنه لیکن توی ده بود همین یکی 5-6 سال پیش مرده یک 10 سال زیاد. راست میگه مایکل جکسون مردگی چیزی دیگه بود. کدوم مایکل جکسون گفتید شما آمریکایی را پیجی علایو اینا هوای پیجی علایو خب تو چه وقتی توی زور شده همین مردم مرا هم اکای خرسند باردار همین برو مدام یک دستم همین خیلی کم کی همین 1000 یورو در کیسم آورد پدری همه عروس همین خیلی خالونده یورو گرفتم منم مردکم گرفتم سوی داماد همین خیلی خورم من گفتم بچه‌م گیرم تو شود من فکرم تاجیکی 1000 سوم بگه یک یورو یورو که 1000 سوم با خدا یورو بود باش مو همین گپی دروغ نزنم آتش گرمانی دوام شد چون میمونه آدم گپ زنه راست میگه خاکی اون نمیشناسم همین خیلی دستم همین خیلی کم همین یورو 1000 یورو گرفتم منم مردم همین داماد به همین خیلی هوا دادم من گفتم زندگی تبین او گشته همش داماد داده انا کاری مردی کی میگه یکی بود تو تمام شد خب چراغای محله همش خاموش شد فهمیدی چراغ که خاموش شد تیپ تاریکی ده همین من تاریکی ده میبینم ده که همین تاریکی ده من میبینم ده همین چقدر هر دم دیگه میسید تاریکی شب من شما میبینم ای نزدیکی به فکر من یکی بود توی خانه برو اومدم من گفتم صاحبی توی من کشوال زهره دارد که بشین خواب کن من گفتم من مردم گفتم من خانه میرم همین برو اومدم ماشین همین گیرام میکنم گفتم که موتور خرخ شد موتور زد نومدی کار طلب اندام شکنه من پلما برداشتم در کیچون ماندم یک 10 کیلومتر همین خیلی رفتم ده اگر تاشن نمیدادم من میومدم اگه برداشتن وای می باچ نخو آدم موشه طور سرش ده برداشته برای تیلا خیلی بچه‌ش دوامش اكو یکی دیدم که نمیشه دوامش چی شد یکی دیدم نمیشه بی وقت نیست گفتم خانه ده بی وقت نمونم دیر نکنم همین تاریکو خطی میرم گفتم ماشین همجا مونده این ماده ماشین گلادی نیست ماده اساسش این که نزدیک فرزنده باشم سلامت باشه همین ماشین کلیدش بود در بینیش گذاشتم من گفتم یگان خداجو براد میره دیدین چه خیلی مواعظ همین تاریکو ده برو اومدم اکا همین خودت باور کنی خدا همین خیلی نگاه میکنم 100 تا گرگ همین خشتگیان همین
همین کوی چیل دختران ده تو رفتگی نیستی اونجا برادر. بیست یک بار مگه پگو می ساعت تو بود بکدم. همونجا با فکرم مجلس داشتن ده پلانیورکا داشتن با فکرم پلانیورکا بود ساعت حساب کنه اکای خرسان یک کم ترک التماس یک کم ترک بله بله منم نه آخه بیس آخه اونجا 100 تا گر اونجا 50 تا گر نیست یا نه بچه 50 تا نیست اونجا گر ما یا با نخل کنم گپم ازنم یا نه یکی بود اومدم کی 100 تا گرگ هم خشتگی پلانیورکا یک تا گرگ گابز داشتیده با فکرم گفتی سان که همین یگان گوسفند پسپند این محله همین خیلی دورده گرگ من گفتم چطور نیتو همینجا گفتم همین خیلی از چی میخواد همیشه با عجایبه چی میخواد یا با تو گوش کن یا بر گوش کنین آدم گپ زنید ما یکم گپی دروغ گفتگی گوش خیلی دوامش همسایه دوامش بعد استا باین همون مجلس کتی همین خیلی گفتم اكو دیگه راه نیست اونجا خیر خرسانگو جاری همین باین باستم چشمتا باستم گفتم همین گذاشتم پیشی همون گرگی کلان دام دیگه پوچکش زیر کردم ندیدم دا همین خیلی جکن میخوری مات گفت گرگ گاب زدن گرگ با خدا شب دگاه میزنم بابا ما یکی بود همین خدا ما بولوی خرسنگ زدم همین گور ریختم که ای قفوی من همین چند تا گفتی 50 تا گر نه انیق 45 تا بود دو تاش ما دیدم که گرگی مایده بود همین خیلی دویده استانبولی خرسنگ همین خیلی دیدم همین نگاه میکنم میرسونم گفتگیش به همین موزه قپیدم میکشیدم و سوی همون کلانش تو گیر خور مرز گفتم همین خیلی گریف کو باید من موزه های خیلی گرمانتی نمیپوشم ده همش کژونی ده همین خیلی گرگ خوردو باید خیلی کرم میخه گریف پارت بود دویده استایده گرگ موزه خورد گفتم با فکرم این سیر نمیشد همین دویون موزه گفتم غروندم کو نمیدونم وای زنش بود یا پهلونی گرگ با حقیقت قاپیده میخواد داد وایم خورد نگاه میکنم بود دویده استایده گفتم ای خدا گفتم حاضر نخواد 50 تا گرگ همینجا کشم وایما کدی آخه اکای خرسان وایما بعد کارد اگیرم دست همه برام همینجا نگاه میکنم کارد نیست نه همون شب توی ده نگرفتم ده این صبح نگاه کنم کارد جاشته من جاش علیش کردم بعد همینجا گرفتم من گفتم پیش بیام مردی گفتم تو مردی گفتم اما گرگی یکم ده ایستادگی گفت مردمو کم کم همین کاردو را بینم نامرد میشم گفتم من کار داری خیلی کنم پارتم بیا یک کم باتم بیا گفتم همسایه گوش کنه دایی که وایمی باسی دو این همین پدر همه در همون که ده مرده چوپانه ده مرده من نشناسم غیاستی نکردم حالا باید میگه که ده همونجا میگه همین 10 تا گرگ نیست 10 تا تو نیست ده همونجا 10 گرگ وایمی باز کرده که بیا باز کنین خودم گشتی که دادم خیلی 50 تا میگی 35 تا میگی یک گپ زنم 8 تا گرگ کانکریت انیق بود من دروغ نمیگم من همین چشمم که دیگه میگم 8 تا گرگ انیق تاش گوش که خرسان گذراندی به خدا چی گذراندیم همینجا آخرون گرگ در همون چیل دختران سال 1980 اوته ما پروندگی باور نکنید در بالای همون جای خو میره کو جای خوش ده همون دندانو همون کلا و پوستش همینجا ده این رفته دیگه سوراخ نداره دیگه شو سوراخ میگه رفتم دیدم همین خیلی سودگی اوته همین کشته سال 1980 آخرون گرگ همین خیلی بود خیلی بد وایما خیلی دنیا وایما نبود همین نگاه کردم که تاریکی ده چیز شقر دیگه انیق داشت با خدا اینا همون تاریکی را نگاه کنم که یک چی شقر من چای بیارم از زیر چی گپ شد دلشو جان؟ چی میخندی؟ یکا گپ بینی خودمون نیسته بودم من یافتم یافتم بسم الله نموندی ما کدا چی یافتی؟ یاتد زور شی یافتم چی یافتی؟ اخی همه دور کو اخی خیلی ما یافتم اخی خیال که من نمیام اخی چیه ای وخی؟
چه همه داره کو گفتی کو همه داره کو من دارم خیلی یافتم فهمیدی چی یافتی آخی خونه یافتی ماشین یافتی خرب یافتی چی یافتی اخی خیلی شونه آخی من داشتی کو هم خیلی یکی یافتم ده آخی آدم ایزامتی ده آخی اما خانم یافتی خانم نه چی یافتم یا تا عروسه کو دختر دوست میدارم سوس کده اینه که همین یافته باشی من خرسان نه که همین دیده برابر و شیخ شیدم ده لبوفس پروه نه گلازا لبوفس پروه گلازا زربیسی پروه نه گلازا نگو که خد زوانت گپانه میگیرد یافتی آخی چه باید خیلی خشروعی آخی هم خشروع نه که نه خیلی مخول ایتا سفید ده میگی تندری چراغ زده نه خیلی مخول ایتا هم ترک سیوچک خیلی میشه سیورنگای خیلی میشه و مخولای نه که همین روسیگا من میگم خطیش گاب زدی یا خیاگون برد الان اول نمروشه ای خلاص گرفتم خول ما خلاص دیدم شنو ولی گاب نزده یا نه نمروشه دو دقیقه کاف هندی خیلی زنگ بزن گاب زد کی گاوزن نمیتونم ما خطی دختری می زنگ بزن اخدا میفهمونم تا گپو خشرو گاوزن مالی وایس راز نه که وای مرا دیگه بین خشرو مخول بس چم شیت بگو السلام علیکم دخترک خشرو السلام علیکم دخترک خشرو گفته سه اکام نگو خودت اینو میخدت گاب زد اینو میخدم السلام علیکم دختری خشرو انا که بگو سلامتی تون چه خیلی دخترک خشرو چه خیلی سلامتی تو نازای اپا اپا نگو دختری خشرو شما نازای سازه ما شما را دیدم نغز دیدم ما شما را دیدم کو همین خیلی دیدم خیلی مخول شده مدا شما چی گفته سه چی میگه؟ حالی تلفون نبرداشته